من در همین سر پیری در دامن 70 عاشق شدم. امروز عزم کردم که درد دلم را میکشایم، عرض محبت میکنم. در آغوش تو میمیرم، در آغوش سفید پربهار تو. تو میمیرم، در آغوش سفید پربهار تو، در آغوشی که ماتمها از آن دورند، در آغوشی که پستانهای پاکش چشمه نورند. من امروز عزم کردم که درد دلم را میکشایم، عرض محبت میکنم. بله، من در همین سر پیری در دامن 70 عاشق شدم، گرفتار گشتم و از آغوش این محبت جانسوز برون گشته نمیتوانم. اصلا عزم داشتم که در ماه سازندگی ها در نوروز عالم افروز عرض محبت کنم، در دل را بکشایم و به شما همزبانان همزمان خود اقرار شوم که عشق در پیری بود پرسوزتر. ولی امروز به میدان سازندگی ها، به راغون آوازدار، به ساختمان نیروگاه برق آبی راغون برآمدم و اطراف و اکناف را زیر کرپه برف دیده عزم کردم که از همین لحظه ها استفاده برم، چون که سرچشمه گرمی و روشنایی در آینده در کشور ما و زندگی شایسته باشندگان سرزمین و پساوندانمان به همین موضع بسته است و بر رشد ساحه کلیدی کشور هیدروانرژتیکا و این برف سرچشمه روشنیزا، سرچشمه تأمین رشد و نمو ساحه کلیدی دیار هیدروانرژتیکا می باشد که در مورد زیاد شدن حرکت آب در سرچشمه تولید امکان باز هم رشد دادن این ساحه کلیدی که در جهان اولیت پیدا کرده ایستاده است کمک رساند و من نیز محض در همین موضع در همین لحظه های سازنده عزمی درد دل گفتن دارم و با شما همزبانان همزمان دوری نزدیک با کلی آنهایی که توجه به محبت سازنده دارند، در سر پیری میخواهند عاشقانه کار و زندگی کنند، تمنای عشق سر پیری را پیشنهاد میکنم، چون که اگر در سر پیری شخص عاشق نباشد به هزار یک درد و بلا گرفتار شدنش ممکن و با دهشت به مرگ روبرو می شود که خود را از دست می دهد. یعنی چون خواجه حافظ باید عاشق باشیم که به استقبال مرگ نیز عاشقانه قدم برداریم. فاش می گویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، طایر گلشن قدسم چی دهم شرح وصال، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوسی بر این جایم بود، آدم آورد بدین دیر خراب آبادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چی کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. میخرد خون دلم مردمک دیده سزاست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف زیش، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم.
بله، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اصلا خیلی بر وقت به این خلاصه آمده بودم و در این راستا اثرهای گوناگون نیز نگاشته در هر شکل در مجموعه گوناگون هم به خواننده زمان پیشنهاد نیز کردم، ولی یک کتابم را با نام ای عشق نجاتم ده به یک مستفید همسالم تقدیم کردم و او با یک کراهت در این سین و سال از عشق گفتن عیب است گفت و من در اندیشه عمیق ماندم. ولی بازم به همین خلاصه آمدم که باید ایجادکار و فرموده لسان الغیب خواجه دلآگاه باید فقط از عشق گفته باشد. عشق نگارد، عشق سراید. هر آن کسی که در این حلقه زنده نیست به عشق، با او نمورده به فتوای من نماز کنید. فتوا میدهد خواجه دلآگاه. پس ما باید پیرو بزرگان همزبان خود باشیم. حضرت مولانا عبدالرحمن جامی می فرماید که به ره عشق روی ترک نسب کن جامی، که در این راه فلان ابن فلان چیزی نیست. ولی افسوس، هزار افسوس که همزبانان همزمان ما گروه غافل ماندند، از عشق در کنار افتادند. گویا با فرموده یک بزرگی دیگر چنان قحطی افتاد اندر دمشق، که یاران فراموش کردند عشق. ولی ما تمنا میکنیم که مردم ما همه وقت عاشق باشند، عاشقانه زندگی کنند و کار و ایجادشان نیز عاشقانه باشد، خاصه در سری پیری. برای همین فرموده استاد روانشاد سفر ایوب‌زاده محزون را بار دیگر به خاطر میاریم. عشق در پیری بود پرسوزتر، تا به استقبال مرگ هم عاشقانه قدم برداریم. شما چه عقیده دارید بیننده های عزیز، همزبانان همزمان دور و نزدیک؟ یا از عشق سر پیری شما هم حذر میکنید؟ ننگتان میآید؟ به هر حال یک گل مقصود در این بوستان، چیده نشد به مدد دوستان. اگر فکر و اندیشه خود را دریغ ندارید، من گمان میکنم که ما دستی به دست و مراد و مقصد میرسیم و مخزن نور را با محبت سازندگی سزاوار برای خود و پسابندانمان ایجاد میکنیم و در هر گوشه و کنار تاجیکستان عزیز قصر عشق میسازیم.